فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا، بیننده‌ای که چهارشماره اخیرشون 3380 فرمودن که اگر نماز سنت قضا بشه باید خواند؟ نه، نماز سنت به اصطلاح نماز اختیاری هست و با قضا نداره. این به صورتی این که ما یک حکم شرعی بکنیم که حتما واجب باشه بر یک فردی که نماز رو قضا بریم. اگر نماز فرض، چون که فرض هست، اگر قضا شد باید قضای اون نماز رو در واقع اگر فوت شد قضایی بیاورد، اون نماز رو دوباره بخواند. و نماز سنت قضایی نداره و حکم قضای سنت هم مثل حکم اصلش هست. اصل خوندن سنت به اصطلاح سنت هست، واجب نیست و قضاش هم این حکم رو داره. اجبار و الزامی وجود نداره، اما اگر کسی خواست که بخواند هیچ گونه ممنوعیت شرعی هم نداره و قطعا به اصطلاح جبران ثواب بیشتری رو خواهد برد و جبران نمازهای فرضش خواهد بود.